برادر میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. Miraç Tehrani est iranien et vient de fuir son pays. Alors qu'il arrive en Turquie, il publie une vidéo sur ses réseaux sociaux pour raconter l'horreur de la répression du mouvement de contestation contre le régime. آقا من الان رسیدم ترکیه، بازا بدبختی، اصلا حال رویم خوب نیست، همه رو دارن میکشن، همه رو دارن میکشن، بچه ها رو همه رو دارن میکشن. فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی هستی داشته برادر رو میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. من پروازم کنسل شده بود از پروازهای خارجی تهران به خارج از ایران، خارجی ها همه کنسل شده و بدبختی یه پرواز ایرانی پیدا کردم. حالا رویم اصلا خوب نیست، فقط کمک خارجی. من تا الان تا ایران نباشی نمیفهمید وضعیت چطوری، ترامپه مرامپه هر کی هست، فقط کمک خارجی. چشم امید بچه ها همه به شما هست، این خارج از ایرانه. من یه قطرم توی اقیانوس فقط میتونم حس آنمو بهتون بگم. جهنم رو دیدم تو ایران، این چند روز جهنم رو دیدم. گناه داریم، خیلی گناه داریم، خیلی گناه داریم، حقمونی نیست. فقط کمک خارجی. چجوری میشه ما کمک بگیریم؟ نمیدونم، نمیدونم چطوری میتونیم وقتی کمک بگیریم. کوه دارن غرقم میکنن تو سر سینه، شلیک مستقیم، بیرحمانه دارن میکشن همه رو.